حادثه مرگبار سقوط اتوبوس در شهرستان نیریز. یک دستگاه اتوبوس مسافربری در کیلومتر 5 محور شهرستان نیریز در گردنه لایرز به دره سقوط کرد و 19 کشته بر جای گذاشت. ما خواب بودیم که یه دفعه گفتن اتوبوس ترمز باریده، بعد همینجوری رفتیم تا بالاخره چپ کرد نشه. این اتوبوس عادی بود که از تاوری اینا رو کرایه کرده بودن، بعد اومدن کل بچه‌ها رو بردن سمت شیراز، سمت اصفهان بودن، سمت اهواز بود، سمت خوزستان بود. شما رو کجا سوار کرد؟ این طرف قادم ترمز گرفتن نگرفت. ترمز برید؟ دیگه خبری نیست از اضافه کم بوده مرخصی، خشم شبم نمیزنه نه امشب تو کسی، چون که معاف شدی دیگه از طرف خدا، بخواب راحت صدا بی صدا، اینجا از فرمانده خبری نیست اذیتت کنه. هر وقت دلت خواست میتونی یه سر بیای خونه پیش مامان و بابا، برادر و خواهر، اونا حسرت دوباره دیدن تو رو دارن. تعجب نکن از این که مادر سیاه شده همه چی دیگه واسش، نه فقط لباس تنش، دنیاشم همین طور. آخه نبوده تو رو چطوری کنه باور، خدا رو صدا میزنه تو شبای قهر. شاید اینا همه یه خواب باشه واسش، اما کاش که میشد اینا یه خواب بود. ببخشید ولی حقیقت تلخ مادر. این اتوبوس از کرمان به سمت شیراز در حرکت بود که ساعت 1 بامداد از مسیر خارج و به دره سقوط می‌کند. انتقال بیماران تا ساعت 3:30 طول کشید، چون این قسمت هم یه قسمت صعب العبوری بود تا تونستن مصدومین رو بالا بیارن و انتقال بدن. به هم با یه سری مشکلات مواجه بودن و با همکاری شهرستان‌های استخوان، داراب، فسا و شیراز در این مدیریت خدا حافظ ای سرباز وطن، خدا حافظ مهندس فردای وطن. شرمنده که کسی بهت بهایی نداده، شرمنده ی آرزوهای دور و دراز، شرمنده از این که جای لباس دومادی میبینه مادرت که تن کفن سفیده، شرمنده که پدر خورد و شکسته شده. آخه تابوت تو روی دوش زیادی سنگینه، فقط از خدا میخوام بهشون صبرتا کنه، هرچند که این مصیبتی سرسام آوره. خدا رحمت کنه جات باشه بهش داداش، این دنیا که لیاقت وجود تو نداشت. تا بالا پر در اومد که چرخی بزنی، با نهایت بیرحمی شکست و نزار. بغض گرفت گلومو ببخش دومه نمیدم، آخه سخت تحمل سکوت تا سرباز. سرهنگ برزگر فرمانده انتظامی شهرستان نیریز هم انحراف از جاده و ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس را علت این حادثه خونین بیان کرد. علاوه بر جان باختن 19 نفر از سرنشینان اتوبوس، 29 نفر دیگر هم زخمی و مجروح شدند که به بیمارستان‌های شیراز منتقل شدند. قرار نبود تو 2 سال آینده کسی کاری